سلام. امروز میخوام یادتون بدم زیر 30 ثانیه متوجه بشید طلسم دارید یا نه. زمانی که تو خونه تنها هستید، هنگام غروب آفتاب 2 تار موی یا 3 یا بیشتر از تارهای موی خودتون رو بکنید، آتیش بزنید. اگر در اتاقی که هستید یا در خانه، در آشپزخانه‌تون صدای تق و توق اومد یا احساس سنگینی در اتاق کردید یا اتفاقاتی توی خونه افتاد، متوجه بشید که یک موکل یا خادم طلسم تو خونه‌تون وجود داره. دوستانی که من رو میشناسن میدونن از روی این کتاب ما خیلی درس ها گرفتیم و الان هم میخوام روی این جدول عددها رو ببینید تا الان براتون توضیح بدم که این عددها چیه. اول متنش رو براتون میخونم که متوجه بشین که داستان چیه. خب نوشته که به جهت احضار و محبت روی نعل نقش نموده و در آتش دفن کن و یا بر کاغذ نوشته و در آتش بسوزان. به به، مؤثر است و به تجربه رسیده. معانی که من توی این جدول در آوردم رو براتون توضیح میدم. ببینید عدد 23 بسته شو به زندان دستور خودش از تسخیر. این قرار بود که دیگه طلسم چی باشه؟ جذب باشه دیگه. 55ش معنیش این میشه روح این شخص تسخیر شود، خون ذبیحه سیاه. و 82ش این میشه تقدیم کند قبول کنید، قدرت من زیاد شود. اون شخصی که این طلسم رو مینویسه، ببینید دوستان عزیز، وقتی من میگم نرید سمتشون، اینه دیگه داستان. خود عدد 19 طبق ابجد میشه ابلیس، ابجد بسیط، و 18 میشه بنت ابلیس، یعنی طلسم کاملا شیطانی. و معانی مختلفی به هر حال توی هم اون تحقیقاتی که من کردم به دستم اومد، هم به عدد ابجدها که مراجعه بکنید شما میتونید همین الان عدد ابجدش رو در بیارید. 968 بستن بخت، اینا رو همش میتونید در بیارید دیگه خودتونم. پس اون شخصی که این عمل رو میخواد انجام بده تسخیر شود. حالا این شخص میاد چیکار میکنه؟ این جدول رو آقای طلسم یا دعانویس روی نعل مینویسه، میده دست اون شخص و اون شخص میبره توی آتش دفن میکنه. اعدادی که در این جدول اومده هر کدوم چندین معنی داره. فکر نکنید که این عدد، حالا یه بعضیا میان الان میگن که آقا نه این اسامی اللهی و فلانه. پس اگر، چون من توی یک جمعی نشسته بودم و روی این جدول ها داشتیم صحبت میکردیم، یکی از دعانویسایی که تو اون جمع نشسته بود من گفت که نخیر اینها اسامی الله هستن که به صورت عدد در اومده. منم عرض کردم خدمتشون که اگر اسامی الله هستن، اینو دارن خدمت شما عرض میکنم که الان فکرت فوری منحرف میشه، میگی آقا نه این اسامی الله هست و فلانه که کمک میکنه. اول دوست عزیزی که همچین نظریه داری که فکر میکنه اینا اسامی الله هستن و رفتی پیش یک دعانویسی یا رمال اسامی اللهی بهتون، اگر صفتهای خداوند بود چرا میسوزونیدش؟ توی خود دستورالعملش اومده روی نعل نوشته شد و در آتش بیافکنید. حالا یا تو آتش بذارید و اگر روی کاغذ نوشته شد در آتش بیافکنید. این که نمیشه که صفتهای خداوند که ما همون میدونیم نمیشه خسارت بهشون وارد بکنیم.
امیدوارم که از این کلیپ هم خوشتون اومده باشه. یا علی، خدا نگهدار.